ای هموطن بیا با وطن مهربان شوی ای تن به تن شدیم بیا جان به جان شوی ای هموطن بیا با وطن مهربان شوی ای تن به تن شدیم بیا جان به جان شوی ما را سرود عشق وطن دار کرده است دست تا به دست داده و هم داستان شوه ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه هم پرده چکام ای شهرود رودکی با 100,000 سال نوا هم زبان شوه با 100,000 سال نوا هم زبان شوه خلق جهان و ملت ما میدهد پیام تا خلق شاهنامه سرای جهان شوه ای هموطن بیا به وطن مهربان شوی ای هموطن بیا به وطن مهربان شوی ای پرچمی سعادت تو آفتاب شرق از سایت برا به سما پرفشان شوه از سایت برا به سما پرفشان شوه تاجی خیرت به سر بینیم از دری وطن تا سر به سر به تاجیک و تاجیکیان شویم ای هموطن بیا به وطن مهربان شویم ای هموطن بیا به وطن مهربان شویم ای هموطن بیا به وطن مهربان شویم. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه با یک ترانه خیلی هم زیبا در وصف وطن آغاز گردید. مهمان امروزه برنامه ما هنرمندی محبوب شناخته شهزاد دوران هستند که امروزها در انسمبل گلشن فعالیت میکنند و حضور ایشان را با برنامه امروزه فضا خیر مقدم میگم و باور دارم که با اشتراک ایشان یک برنامه خوب و زیبا پیشنهاد بیننده ما میگردد. خوش آمدید. خوب امروزها در چی حال و هوا هستید؟ سلام تشکر میگم به شما به تهیه‌گران برنامه شما که ما رو به برنامه خویش دعوت نمودید. سلام عرض میکنم حضور شما، حضور بیننده های تلویزیون با نفوذ سفینه
و امروز البته چون دیگر ایجادکاران البته پای ایجاد هستیم و کوشش میکنیم که همیشه پای نوگانی ها باشیم و سرودهای نو پیشکش مخلصان. با تازگی به انسامبل گلشن پیوسته؟ نه راستی که طول قریب که 4 سال میشه. 4 سال در اینجا فعالیت میکنید. خب بیشتر چون سرودهای استرادی میآفرید بسیار مهم است که با یک انسامبل گونه مثلا با نفوذ همکاری کردن. البته در انسامبل دولتی فعالیت نمودن هر یک هنرمند این خیلی خوب است برای رشد و نموی صنعت. البته برای هر یک هنرمند فکر میکنم که یک فضای خوب است در انسامبل فعالیت کردن. ما میتوانیم که همیشه پای ایجاد باشیم. برای ما یگان چیز مانعش بودن نمیتواند و همیشه کوشش میکنیم که پای نوگانی ها باشیم. بله واقعا. و ببینید در زمان معاصر شو بیزنس پیش می رود. خصوصا امروز اونقدر نوگانی در همین سمت زیاد است که سردرگم میشوی بعضا وقت و آهسته آهسته برای ایجادکار هنرمند نیز دشواری به میان میاد چون تکنولوژی معاصر زیاد می شود و فناوری های زیاد که باید با اون نیز همراه شوی. برای یک سرود آفریدن دیگر مهلت زیاد صرف می شود. البته هر یک همکاری با گروه های مختلف آدمان شروع شده مثلا از آهنگسازان و بعد با خود مطربان که باید در علاهیدگی مثلا پارچه های آهنگ را بنوازند و همچنین اون نفری که آهنگ را تنظیم میکنند. راستی که درست قید کردید که امروز شو بیزنس در دنیا خیلی پیش می رود و در برابر اون که هر یک هنرمند فکر میکنم که اگر از فعالیت که باز مون یعنی که آخری کار است و ما نیز کوشش میکنیم که البته به طرز زنده سراییدن خیلی زحمت های زیاد طلب میکنم و در برابر این برای یک سرود خوب یک سرود با صفت پیشکش کردن برای مخلصان با تنظیمگران موسیقی یعنی ارنجراوچی میگن با آنها ما همکاری میکنیم و آنها نیز زحمت خیلی زیاد میکشند در این راه و آنها نیز کوشش میکنند که یک نوگانه در موسیقی استرادی تاجیک وارد کرده باشند و البته خود شما چقدر وقت صرف میکنید برای آفریدن یک سرود؟ برای آفریدن یک سرود قریب که 1 ماه 2 ماه صرف میشه. وقتی که ما متن رو انتخاب میکنیم در برابر متن انتخاب کردن اون رو با آهنگساز پیشنهاد میکنیم. وقتی آهنگ که ایجاد شد اون رو با ارنجراوچ یعنی با تنظیمگری وقتی که خودی آهنگ ایجاد میشد مجبور که به شاعر پیشنهاد بعضا میشود که درست قید کردید بعضا میشود که آهنگ ایجاد میشود در این حالت میتوانیم باز به شاعر مراجعه کنیم که اگر شعر خوبه به همین آهنگ بنویسد و چون حالت ها نیز میشوند. البته خب خلاص 1 ماه برای یک خلاص بعضا میشود که 3 ماه 4 ماه نیز طول میکشد و خیلی زحمت زیاد طلب میکنند برای شنونده برای مخلص. بله. شما گفتید برای آفریدن یک سرودی با صفت یعنی یک سرودی با صفت چی است؟ عبارت از چی است؟ سرودی با صفت عبارت از متن خوب سراور بعدا یعنی صفتی هم وقتی که هم صفتی تنظیم باید صفتی تنظیم باید خوب باشد که جوابگو به معیارهای بین المللی البته جوابگو به معیارهای بین المللی باشد که حاضر شنونده ها هم خیلی ذوقشون بلند است و همه چیز رو درک میکنن. آرایشات کامپیوتری چقدر مهمه؟ اگر همو حتی بعضی شنونده ها ایراد میگیرن که همون تنظیم موسیقی در همینجا خیلی در صفت ضعیف است. بله و به این چیز باید ما همه وقت اهمیت داده باشیم و کوشش میکنیم که با همون تنظیمگران موسیقی یعنی خیلی که من گفتم ارنجراوچی ما باید همکاری کرده باشیم و فکرای خود رو باید ما با آنها بگوییم که مثلا سرشوی آهنگ باید دیگر خیلی باشد مبین دیگر ابجیان فراورد از نگاه شما کیا حاضر در تاجیکستان برای تنظیم آواز خیلی خوب هستند و همون تنظیم آواز دیگر است تنظیم موسیقی دیگر خب من ارنجراف که خوب هستم کی میکنه در تاجیکستان؟ ارنجراوچی‌های خوب تنظیمگران خوب خیلی زیاد داریم. من گفتم میتونم که شراب شکری
بسیار انجام که خوب هستند و یعقوب جان عبداللهیف همچنین زیندین کریموف باز جوانای حاضر نو قدم روی صحنه هنر مونده ایستادند که خیلی جاوید روزی و میتونم منوچهر بهراللهیف میتونم با اونها همکاری کنیم فکرهای خود را بیان کنیم میتوان یک چیزی خوب آفرند برای یعنی باید همکاری خیلی البته باشه باید همکاری دو طرفه باشد وقتی که تو هر یک هنرمند از هنرمند وابستگی کلان داره وقتی که هنرمند آهنگ را برده به تنظیمگر پیشنهاد میکند و دیگر از پس کار خود شود اینطور نمیشه بله واقعا فکر میکنم باید همیشه در جستجو باشد با او همکاری داشته باشیم مثلا هر باره که او آهنگ را پیشنهاد میکند باید دیگرگونی احساس شود بله واقعا حاضر مثلا اگر 20 سال پیش هنرمندان ما میرفتن در خانه رادیو همراهی یک گروهی مطربان بله. آهنگ رو مثلا در یک بار ثبت میکردند و همین گونه در خزینه وارد میشد دیگر این گونه نیست یعنی با گذشت زمان با عوض شدن مثلا زندگی انسان ها کار فعالیت نیست تغییر مییابد و ببینید البته امروز مثلا چقدر تشویش دارد چقدر توز دارد خیلی که من در بالا گفتم حاضر انکترش بیننده و شنونده ها خیلی ذوق بلند دارن و هر یک نقطه سرود را اهمیت میدن نوابسته از اون که متن درباره چی است بسیار کنجکاو هستند شنونده ها باور کنید و برای این باید هر یک هنرمند کوشش میکنند امروز ببینید که هر روز یک هنرمند روی صحنه میاد و درست قید کردید که برای هنرمندان برای ایجادکاران خیلی دشوار است که مثلا در صحنه اصیل تاجیک هنرنمایی کردن فکر می‌کنم خیلی دشوار است و در یک سطح ایستادن و در یک سطح ایستادن موقع خود را از دست ندادن بله درست قید کرده این فکر میکنم که خیلی زحمت‌های زیاد طلب میکنه بله خسته نباشید باز هم چیزی آوردید برای ما البته یک ترانه مادر است سرودی نو است و امیدوار هستم که متنش است که از آهنگش است امیدوار هستم که با شنوندگان پسند میاد آچه دستان تو دائم به دعا آچه آجل گرو خط حرف خدا پیشی چرخ فلک اجگهه نشوم کاش من از آچه جدا زیر چرخ فلک اجگهه نشوم کاش من از آچه جدا آچه قربان تویم نیمه جان تویم آچه آچه جان گردی دامان تویم آچه قربان تویم نیمه جان تویم آچه آچه جان گردی دامان تویم خسته ای لک نمیگوی بکس تا به معراج سرانجامی نفس به تو ای عاشقی خسته من این جهان تنگ تر از حجمی خفس
به تو ای عاشقی خسته من، این جهان تنگ‌تر از حجم قفس. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه جان گردی دامان تویم. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه جان گردی دامان تویم. آچه دامان تو یک پاره بهار، آچه چشمان تو یک خانه شرار. التجا میکنم ای وای خدا، سایه غم به سری آچه نیار. التجا میکنم ای وای خدا، سایه غم به سری آچه نیار. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه جان گردی دامان تویم. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه جان گردی دامان تویم. آچه جان گردی دامان تویم. تشکر زیاد، خسته نباشه. عموما انگیزه آوازخوان شدن از کجا در وجود شما پیدا شد؟ از خردسالی که زیاد ذوق زیاد داشتم، کوشش میکردم که در همه چهاره‌بینی‌های مکتبی و مثلا اگر در دیه یگان توی معرکه میشد، بزم‌ها میشد، حرکت میکردم که حتما در اونجا من آوازخوانی کرده باشم. و چون دیه یک فضای خوبی است که طرفداری میکردم و من بسیار از این چیز بسیار الهام میگرفتم و همه چیز باعث شد که اومدیم به دانشکده صنعت، اونجا تحصیل کردیم. بعد از ختم اون به کنسرواتوار ملی. در کدام بخش؟ در بخش موسیقی عنعنوی. موسیقی عنعنوی. بله، چون من بعد از اون در کنسرواتوار ملی از سنت اصیلی 6 مقام اونجا تحصیل کردیم. اون من در راه هنر صنعت چقدر که میگم یک بحری بیکناری است که یعنی شما ژانر مقام رو خوندید، تحصیل کرد. میشه چیزی از مقام بخونید؟ خوشتر از ایام عشق ایام نیست، خوشتر از ایام عشق ایام نیست. بامدادی عاشقان را شام نیست، بامدادی عاشقان را شام نیست. آشنایان رهبرین معنی برند، عشق را آغاز هست انجام نیست، عشق را آغاز هست انجام نیست.
آفرین خیلی عالی بود واقعا بار اول میبینم که شهزاده دوران مقام میخواند و خیلی اصلا که میدونید چون صدای شما مهین است شنیدن ژانر مقام با این صدا خیلی دلنشین است تشکر زیاد لطف خب واقعا من خیلی پسند آمد هیچ وقت ندیدم که شما مقام خونده باشید فکر میکنم که اگر از سنت اصیلی ملی خود بخبر باشی آگاه باشی علاقه دیگر ژانرها فکر میکنم دوم درجه میباشه و ما رو آوردیم به ژانر استرادا و حتما که اگر در اون محفل حتی میشه در بعضی محفل ها که خواهش میکنن که از ژانر شش مقام ما حتما اجرا میکنیم میدونن که دوستان اینو میدونن البته دوستان میدونن اما نزدیکا میدونن غیر انتظار است که شما مقام بسیاری ها نمیدونن این چیز رو این سیرو شما آشکار کردید البته در این برنامه بسیاری ها حتی ممکن نزدیکان خواهش میکنن هم سبقان اگر در یگان محفل ها ببینن خواهش میکنن که مثلا تصمیم نگرفتید که یک سرودی مقام بخونید کم کم در این ژانر نیست البته آینده کوشش میکنم که در این ژانر نیست مثلا میشود که ژانر شش مقام رو با استرادا سینتز کرد ببینید در ازبکستان همین چیز رو بسیار استفاده میکنن مثلا میشود که یک سرودی کلاسیکی رو در آمیزش با اونجا البته میشود که تنبور رو حتما جا کرد اونجا مثلا نای رو سازهای ملی رو در اونجا سازهای ملی رو با سازهای اروپایی سینتز میکنی بسیار چیزی خوب میبرد و آینده این چیز البته در نقشه ما هست حتما که پیشکش مخلصون واقعا عالی میشود کوشش میکنیم از اوده نواختن سازهای موسیقی نیز میبرد خاصه کلاسیکی چون البته چون وقتی که هر یک هنرمندی که در کنسرواتوار ملی تحصیل میکنن اونجا حتما باید از یک ساز موسیقی آگاه باشد و من کم کم رباب مینوازم از تنبور مینوازم کم کم و همچنین کم کم از ساز گیتار نیز آگاه هستم و البته چیزی که در بالا گفتم من حالا هم در جاده هنر فکر میکنم که شاید یک قطره هم نباشیم هنر صنعت یک بحر بیکناری است که ما باید همیشه پی جستجو باشیم باید چقدر مهنت کنیم چقدر ایجاد کنیم چقدر کوشش کنیم که بعد به درجه استادانی که امروزها هستند و پیش از ما بودن شاید به پای آنها نرسیم ولی کوشش میکنیم که همیشه پی ایجاد هستیم و البته این از شنونده ها واقعا چون شما از صنعت کلاسیکی ما واقف هستید و هر نفری که صنعت کلاسیکی رو از خود میکند چون خاصه ژانر مقام یکی از سخت‌ترین ژانرهای موسیقی است برای هر کس هر کس مثلا صبر و طاقت آموزش این ژانر بله حتی همسبقان ما بودن وقتی که ما در کنسرواتوار داخل شدیم اونجا زیاده از 34 نفر بودیم ما در آخر 8 نفر موندیم و این البته باعث تاسف است و بعضی ها با فکر میکنم که با دلیل های اویلوی میرفتن بعضی ها با بعضی ها که صبر کردن خاصتا در مقام یعنی اصول میگن ضرب هر یک سرودهایی هست که مثلا ضرب تلقین هست اونجا سفت هست و دیگر یعنی از خود کردنی بعد بیشتر مثلا ژانر مقام ژانری هست که علاقه یک قالب معین است ساخته شده است و فراگیری آن بسیار سخت است بله چون خیلی مثلا سرودهای یک دریای بیکران است که باید کن و فرا بگیری بله ما اهمیت میدیم در بعضی کنسرت ها میشد حتی شنونده های بودن که تا آخر برنامه نمی نشستن دلگیر میشدن و امروزها علاقه من خوشبختانه اهمیت میدیم که شنونده های مقام نیز خیلی زیاد شدن و طلب میکنن در بعضی محفل ها البته این بازی خوشبختی است و آرزو میکنم که شنونده های صنعت اصیل نیز زیاد باشند
به قدر متن بلند، به قدر سنت اصیل برسند. تشکر. باز چی توفه آوردید برای ما؟ سرود رقصی از اکنون خواستیم که کمی شوخ شود. کمی شوخ هم شود که شنونده ها دلگیر نشوند، بسیار خسته نشوند. مرحبا. صد بار نورم آدک و کلی پیچونت ای بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت گلچین کنم و ببوس گل های لبت گلچین کنم و ببوس گل های لبت در سینه دیگر نموند ارمونت ای در سینه دیگر نموند ارمونت ترکی وطن و دیار و یارم کردی چشمای من هوای بارون کردی خندون خندون به شهر دیگر رفتی دریای زرفشونه تو گریون کردی خندون خندون به شهر دیگر رفتی دریای زرفشونه تو گریون کردی صد بار مرم آدک و کلی پیچونت ای بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت گلچین کنم و ببوس گل های لبت گلچین کنم و ببوس گل های لبت در سینه دیگر نموند ارمونت ای در سینه دیگر نموند ارمونت پروازی بلند کردی از زیبایی چون کفترکی کبوتکی یابایی ابری سیاهی چشمی تو بارون ریز است پزمون شده ای به خونه بابایی ابری سیاهی چشمی تو بارون ریز است پزمون شده ای به خونه بابایی صد بار مرم آدک و کلی پیچونت ای بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت گلچین کنم و ببوس گل های لبت گلچین کنم و ببوس گل های لبت در سینه دیگر نموند ارمونت ای در سینه دیگر نموند ارمونت تشکر زیاد، خسته نباشید. سبک زرافشانی سبک مردمی است. بله بله. خاصی سبک مردمی این است که باید فولکلور در اون بله بله استفاده بوده شود. متن مردمی بود. متن مردمی بود و این چنین پزمان شده ای به خونه پزمان شده ای یک سبک مثلا مردمی بادی زرافشان پزمان رو پزمون با لهجوی است. البته این خاصی مردمی زرافشان است. یک چیزی خیلی که شما درست خواهید کرده که چیزی مردمی است، خلقی هستیم. از شما چون از همون منطقه هستی و این چنین ما با استادان همکاری میکنیم، خصوصا با استاد اوزارش که در همین سبک می نویسند شاعرانی که مثلا این را شاه مصرش رو شاعر جوانی ما خیلی خوب می نویسند، بزرگمهر بهادر پزمان شده به خونه بابایی بابایی اما گذشتگان ما بله خونه پدرین بابایی مثلا جایی که پدری ما در اونجا به دنیا آمده است پزمان شده به خونه بابایی
همین گونه روبایی‌های ظرفشانی زیاد میتونه چون خاص است که در همین گونه مثلا سبک بیشتر روبایی اجرا شود. البته خاصتا اصلا که سبک ظرفشانی بیشتر روبایات است. بله. و هر کس با هر گونه آهنگ میسراید این و اصلا که پای دیوارش هم روبایات ظرفشان است. مثلا قد ظرفشان گذر میکردم و دخترای خوش خدا نظر میکردم و یا با اویه میگم با مثلا سرشوی همین از روبایات است، چیزی مردمی است. بله. خب و خیلی شیرین هم هست چیزی که چیزی مردمی است روبایات و زیاده از چند سرودی ظرفشانی من پیشکش مخلصان کردم، خیلی خوب پذیرفته میشه. حتی در برنامه‌های کنسرتی هم که در این اون تالار برپا میگردد بسیار طلب میکنن سبک ظرفشانی. فکر میکنم که با مردم ختلان نیست پسند میاد این چیز با همه مردم. چون ببینید همین فولکلور اون چیزایی که در میان مردم بیشتر معروف شده است یا گنجینه های به‌بها هستند که از دل مردم من حتی اهمیت دادم که در ختلان حتی مردم بدخشان نیز ظرفشانی رو میپسندند یا که مردم ظرفشان فلک رو خوب دوست میدارن. البته و این چیز خیلی شما درست قید کردید این چیزی که از خلق است. بله. این چیزا فولکلوری کهنه مردم تاجیک است. یعنی شما کوشش میکنید که در ژانرهای مختلف تجربه کرده باشید. بله. چون فهمیدم که در مقام نیز تجربه داره ژانر استرادا و ژانر مردمی مثلا چون راهی هنرش خیلی گفتم یک راهی پرپیچیده است و من کوشش میکنم که در این گونه اون ژانر خود را بسنجم و خوشبختانه که امروز البته خیلی خوشبخت هستیم البته که این همراه گروه مطربان در انسمبل دولتی فعالیت میکنم و حالا هم خود را در جاده هنر صنعتکار اصیل نمی‌حسابم، ولی من باید چقدر مهنت کنم چقدر کوشش و غیرت کنم. آموزش باید کمتر نشود. البته وقتی که هنرمند از فعالیت که باز ماند الکی میگن که آخری کار است. این گپ بزرگان است. بله تشکر. خوش آمدید. تشکر از حضور شما، از حضور مطربانی که امروز در این برنامه بودند و با نمون سازهای زیبایشان آهنگ‌های زیبا نواختند. تشکر به شما که ما رو دعوت نمودید و خیلی خرسند هستیم همراه برادر عزیز من که امروز البته پای خدمت شما هستیم. واقعا یک صحبت جالب بود، یک ترانه‌های دلنشین پیشنهاد بیننده ما گردید. و در انتها فکر میکنم باز یک ترانه زیبای دیگر نیز داره. البته در انتها یک ترانه با سبک هم ختلانی است و هم بدخشی سینتز کردیم. اینم از شعر یک شاعر جوانی ما از کوهزاد فتح‌الله است. خب ما مشتاقیم که این ترانه را بشنویم. و دوستان عزیز همین جو و انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور می‌شم که مهمان ما هنرمندی با استعداد شناخته شهزاد دوران بودند و در انتها باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما می‌گردد. با امین با شما خیر می‌گویم. ماهی ایار می آید و شامی تار می آید گل بخار می آید شیرین گفتار می آید و دل خمار می آید اگر هر بار می آید و دل خمار می آید اگر هر بار می آید. سخن سنجیده میگویم زی خود بالیده میگویم سخن سنجیده میگویم زی خود بالیده میگویم تو نوری دیده میگویم اگر دلدار می آید تو نوری دیده میگویم اگر دلدار می آید.
به نامش شعر میگویم چو گل هر لحظه میبویم به نامش شعر میگویم چو گل هر لحظه میبویم غمش با بوسه میشویم اگر دلدار میآید غمش با بوسه میشویم اگر دلدار میآید نگاری خوشگلی عاشق چراغ منزلی عاشق نگاری خوشگلی عاشق چراغ منزلی عاشق فدایش این دلی عاشق اگر تکرار می آید فدایش این دلی عاشق اگر تکرار می آید مهی ایار می آید و شامی تار می آید گل بخار می آید شیرین گفتار می آید بدین خمار می آید اگر هر بار می آید بدین خمار می آید اگر هر بار می آید هی